سلام دوستان عزیز، به کانالم خوش اومدید. من شیرینم و با داستانهای شیرین در خدمت شما هستم. خوشحال میشم کانالم رو سابسکرایب کنید و عضو کانالم بشید. ناصرالدین شاه در بازدید از اصفهان با کالسکه سلطنتی از میدان کهنه عبور می کرد که چشمش به زغال فروشی افتاد. مرد زغال فروش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن زغال از خاکی زغالها بود و در نتیجه گرد زغال با بدن عرق کرده و عریان او منظری وحشتناکی را به وجود آورده بود. ناصرالدین شاه سرش را از کالسکه بیرون آورده و زغال فروش را صدا کرد. زغال فروش بدو آمد جلو و گفت بله قربان. ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا پای او گفت جهنم بوده ای؟ زغال فروش زرنگ گفت بله قربان. شاه از برخورد زغال فروش خوشش آمده و گفت چه کسی را در جهنم دیدی؟ زغال فروش حاضر جواب گفت اینهایی که در رکاب اعلی حضرت هستند همه را در جهنم دیدم. شاه به فکر فرو رفته و بعد از مکث کوتاهی گفت مرا آنجا ندیدی؟ زغال فروش فکر کرد اگر بگوید شاه را در جهنم دیده که ممکن است دستور قتلش صادر شود. اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را ادا نکرده است. پس گفت اعلی حضرتا، حقیقتش این است که من تا ته جهنم نرفتم.